چرا ترامپ میخواد ونزوئلا رو بگیره؟ ماجرای جایزه برای رئیس جمهور ونزوئلا اصلا چیه؟ تو این چند وقت مدام میشنویم که ترامپ و ونزوئلا با هم به مشکل خوردن. چرا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ونزوئلا، یک کشور تو آمریکای جنوبی، چشم دوخته و چرا باید یه جایزه 50 میلیون دلاری برای رئیس جمهور اون کشور بذاره؟ این ماجرا پر از سیاست، اتهامای سنگین و تنش‌های بین‌المللیه. تصور کنید یک کشور غنی از نفت با جنگل‌های سرسبز و مردمی که روزی امیدوار بودن حالا توی بحران بزرگ گیر کردن. ونزوئلا با ذخایر عظیم نفتی که یه زمانی باعث افتخارش بود، الان سالهاست که با مشکلات اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم میکنه. از سال 2013 که نیکولاس مادورو رئیس جمهور شد، اوضاع بدتر و بدتر شد. تورم وحشتناک، کمبود غذا و فرار میلیون‌ها نفر به کشورهای دیگه مثل کلمبیا و برزیل همه ونزوئلا رو به یک چالش بزرگ تبدیل کرده. خیلی‌ها میگن مادورو با سیاست‌هاش این کشور رو به این روز انداخته و آمریکا هم همینو میگه، ولی با یه زاویه خاص. حالا چرا ترامپ به ونزوئلا علاقه‌مند شده؟ از وقتی اولین بار تو سال 2017 قدرت رو به دست گرفت، به ونزوئلا نگاه خاصی داشت. داستان از اونجا شروع شد که آمریکا فکر کرد مادورو داره کشورش رو به صورت دیکتاتوری اداره میکنه. تو سال 2018 وقتی انتخاباتی تو ونزوئلا برگزار شد و مادورو دوباره رئیس جمهور شد، خیلی از کشورها مثل آمریکا، اتحادیه اروپا، حتی بعضی از کشورهای آمریکای لاتین گفتن این انتخابات تقلب بوده. اونا یه نفر به اسم خوان گایدو، رهبر مخالفان، رو به عنوان رئیس جمهور قانونی شناختن. اینجوری شد که تنش بین آمریکا و ونزوئلا بالا گرفت. به زبان ساده، آمریکا میگه خوان گایدو رو قبول دارم، ونزوئلا میگه همین نیکولاس مادورو باید باشه. ولی ماجرا فقط به سیاست داخلی ونزوئلا هم ربط نداره. آمریکا میگه مادورو داره از نفت کشورش برای اهداف دیگه استفاده میکنه، از جمله همکاری با گروه‌های جنایی. اتهام اصلی اینه که مادورو با کارتل‌های مواد مخدر کار میکنه و داره کوکائین به آمریکا میفرسته. این موضوع برای ترامپ خیلی الان اهمیت داره، چون تو کمپیناش همیشه قول داده که مواد مخدر رو از آمریکا دور کنه. به همین دلیل ونزوئلا تو چشمش یه هدف استراتژیک شده، هم برای تغییر رژیمش، هم برای کنترل قاچاق. چند هفته پیش دولت ترامپ اعلام کردش که جایزه 50 میلیون دلاری برای دستگیری یا محکومیت نیکولاس مادورو گذاشته. این جایزه 2 برابر چیزیه که قبلا تو دوره ریاست جمهوری اولش و حتی تو زمان بایدن وجود داشت. این خبرم مثل بمب تو رسانه‌ها ترکید. دادستان کل آمریکا توی ویدیو گفتش که مادورو یکی از بزرگترین قاچاقچی‌های مواد مخدر دنیاست و داره امنیت آمریکا رو تهدید میکنه. اتهامش هم اینه که مادورو با گروه‌های جنایی ونزوئلایی رو کارتل‌های مکزیکی همکاری میکنه. این ماجرا سال 2020 شروع شد، وقتی تو اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ دادگاهی تو نیویورک مادورو و چند تا از نزدیکانش رو به جرم تروریسم دارویی و قاچاق کوکائین محکوم کردش. اون موقع جایزه 15 میلیون دلار بود که بعداً تو زمان بایدن به 25 میلیون رسید. حالا هم تو سال 2025 با بازگشت ترامپ این مبلغ 2 برابر شده، همونقدر که برای دستگیری اسامه بن لادن بعد از 11 سپتامبر گذاشته بودن. این نشون میده که آمریکا چقدر جدی دنبال مادوروه. الان سوال ایجاد میشه که هدف ترامپ فقط مادوروه؟ نه، آمریکا فقط دنبال دستگیری مادورو نیست، هدفش تغییر کل وضعیت ونزوئلاست، چون ونزوئلا از چندین جهت دیگه هم برای ترامپ اهمیت داره. اولیش نفته. ونزوئلا دومین ذخایر نفتی جهان رو داره و تو شرایطی که قیمت نفت بالاست، آمریکا نمیخواد این منابع تو دست یه دولت مخالف باشه. دومیش قاچاق مواد مخدره. ترامپ میگه که بخش عمده‌ای از موادی که تو خیابون‌های آمریکا پخش شده تقصیر ونزوئلاست و خب مسلماً میتونه کنترلش بکنه. و سومی سیاسته. تغییر رژیم تو ونزوئلا میتونه به آمریکا کمک کنه تا نفوذش در منطقه بیشتر بشه و به متحدانش مثل کلمبیا فشار بیشتری هم میتونه بیاره. ترامپ حتی الان کشتی‌های جنگی و زیردریایی به نزدیکی ونزوئلا فرستاده که نشون بده چقدر جدیه. این کار باعث شده که مادورو هم بگه هیچ
امپراتوری نمیتونه به خاک مقدس ما دست بزنه و میلیون ها نفر رو تو گروه های شبه نظامی الان بسیج کرده. تو ونزوئلا مردم نظرات متفاوتی دارن، بعضی از مادورو حمایت میکنن و بعضی هم از آمریکا. از اون طرف مادورو و دولتش تمامی این اتهامات رو رد میکنن و میگن آمریکا با این جایزه و این کشتی‌ها یه دسیسه امپریالیستی را انداخته. وزیر خارجه ونزوئلا گفته که همه اینا یه تبلیغات سیاسی خنده‌دار و آمریکا فقط دنبال یک بهونه است که به ما حمله بکنه. تو منطقه هم ماجرا داره هر روز داغ‌تر میشه. کلمبیا همسایه ونزوئلا هم داره سعی میکنه میانجیگری بکنه، ولی هر دو طرف اصلا گوش نمیدن. ونزوئلا به خاطر اینکه حمایت روسیه و چین رو داره الان داره مقاومت میکنه و آمریکا هم میگه هر طوری که شده من باید ونزوئلا رو بگیرم. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون آمریکا میتونه برای ونزوئلا مفید باشه یا نه؟